اینجا من یه بار دیدم تو رو، نه کارم نمیکنه نه. اوه این چرا اینجوریه؟ اوه او خداحافظ. میشه میخوایم اسیبا رو گرفتم، امیدوارم برس داداش. قرار نبود اینجا باشی. هیرو براین بخوابم که این دیگه چرا اینجوریه؟ چرا هیرو براین طوری شد؟ چرا دوتا شدن؟ فرار، جاست فرار. حداقل با تبرفای. شت دونت لوک ات می. وای باز داره غروب میشه ها. پس ما اینجا بخوایم نخوایم باید گوسفند شمشیر دایمندیم کو؟ مطمئنم تو همین چسته بود. اوکی آقا، بازی الان شروع شد. خب من مطبق رو ران کردم، امیدوارم از اینترو هم خوشتون اومده باشه. چند تا چی آورده؟ لیتل اختاپوس، من اختاپوس باشم. خب لیتل وریتی، لیتل اپلیکیشن، لیتل اوری، لیتل استیو. یه دونه هم داره کامینگ سون. اوکی ما لیتل استیو رو برم. پوشیدم استیو. ویت برو، ما گوشتم میزم. چرا لگ دار ریلوده؟ چرا داره میرسه ریلوده داداش؟ یه دونه استیو کوچولو مثل که داد دستمون، احتمالا با از این محافظت کنیم. اوکی اسپان اوکی داده بهمون. گاو و سگ و اینا هست. جاست ماینکرافت. فعلا شروع کنیم سنگ و انگومون رو بزنیم. فعلا ماینکرافت زرمار ما صدا مرگ میده گاواجی. شیت پشماماجی ماده هم هست رو بازی. پس اوکی فکر کردم ونیلا تر از این باشه. چی؟ آره دیگه ونیلا تر از این باشه. ماینکرافت چی داریم گلی؟ این چرا اینجا؟ اوکی یه دونه عینا. این دستم هم معلومه جالبه. نایس. اسکین فقط ندارم، هر تلاشی کردم اسکین رو بیاریم تو بازی نشد. خب بیزا من یه دقیقه صدای مثلا مابا رو کم کنم. یه دقیقه اولا موزیک کم مثلا. دوما اینه فرندلی کریتورز میدونم ولدو. آره دیگه این فرندلی اینم هاستایل. جفتشو کم میکنم و کلا مابا زیاد صداتون زیاد نباشه دیگه. دمتون گرم. اینه من شونمو میبینم فکر میکنم ما به چیز دیگه بکنیم زیر پامون یکم تو برسیم سنگ بدراک اینقدر سیاهه. شب شیدری آقا بنازم. ریدم تو خودم چقدر تاریکه. الو اینکه آجی ماده هست روش خیلی سریع میتونم هر چقدر چوب بخوام به دست بیارم. این عالیه. موزیک گورو کم کن. فاک یو موزیک، فاک یو. نه زیر تو نه چوب ها شب میشه نکن. نه بالا سرمون چون این چیه اینجوری. اوکی 25 تا بستمونه دیگه. آره 4 5 اینو با بریم بالا. اوکی خب من اینو گوشتم کجا که رفتم. اوکی خب 2 عدد استک میذاریم. عینا اوکی اینم بده. 2 تا فرنسمون نشه آقا. اوکی فرنس به راهه. چوبم الان میکنم. این بیاد اینجا، این بیاد اینجا. استیولی هم الان میگیرم اون یکی دستم کنارم باشه. خیلی بچه باحالی هم هست استیو شما بیا این دست به نظرم که من همیشه کنارم باشی. من نباشی استرس میگیرم. خب کم درخت بزنیم. خیلی خوبه این درخت افتادنش. نایس. غذا میخوام.
چرا آقا تو داشت سوره نه وایس ریدم اینو که نه، ولی خب وایس ببینم چرا نمیتونم جام پتک بزنم اینو. ماوس کنم نه دیر شد اینو زدم. بذار کمی ورتر. آفرین. نمیشه کلا اصلا. نایس. اونم هست که یه چی اینجا دیدم. اگر حالا واقعا دیدم که دیدم، اگر اشتباه دیدم که ریدم. نه میشه، من ریده بودم. اوکی که ما الان بریم سمت ویلیج الان دیگه. من الان تنها چیزی که نیاز دارم ویلیجه و مور درخت. فکر نکنم الان بخواد چیزی ترسناکی نشونم بده. حالا رامان که یه کوچولو بازی کرده بود ریده بود تو خودش. رامان بیا، اسم تو آوردم، نیم ساعت خورده هی زنگ زده به من میگه من این مادر رو به تو پیشنهاد دادم، با تو ویدیو اسم منو بیاری. بیا گدا بیا، اسم تو آوردم. راضی الان از زندگیت؟ خوشحالی؟ الان تو شب what the fuck چرا اسلب اینجاست؟ ویت اینو چرا اصلا اسلب؟ مبارک خیلی ها. چه ربطی؟ آقا داشت گرس اسلب چرا از تو بازی؟ what the fuck یو مودپک جالبیه تا الان والا. چیزی که رامان به من گفت خیلی ترسناکه. حالا نمیدونم چرا من به اون قسمت ترسناکش نمیرسم. رامان ریده بود تو خودش کلا. هل ویلیج. امیدوارم ویلیج باشه. ویلیج خفنی هم اگه ویلیجه. آیرن غلام دارم میام. یه چست همینجوری اینجاست. خب نه نکنه ویلیج اسپان شده کلا تو این درخته. اوکی اسپان بازی هم ریده تو خودش اصلا اینو دیده. ماتبکو اینا رو هم بده من. کمپ فایر که یه دونه کتاب، امیدوارم توش چیزی نباشه. از همین الان بترسیم چستم ور میدارم، بعدا برای خونم نیازم میشه. اینم بکن زغال میداجی چه بهتر. آره انقدر تو بازی با شیفت دویدم، اینجا تو ماینکرافت هم شیفت میزنم جای کنترل بره دویدم. نایس. چی شیده رو نگاه چی انداختم رو بازی، اصلا جون داد به بازی. خب سیستم که داره آتیش میگیره. یکم بیا بالا اول. یکم بدون شیدر بازی کنیم. یکم بدون شیدر بریم جلو حالا تا یه بیلدی کنم، حرکتی بزنم بعد شیدر رو بیاریم، چون الان داره سیستمم اشک میریزه. خب من الان حقیقتا شیدر رو آف کردم و چه لحظه یکم دارک شد اینجا. چرا من خوردم زمین گو what the fuck wait چرا انقدر تاریکه؟ بذار این زغال که گیرم اومد. داره زمین کم تورچ بسازم بگیریم دستمون جای استیولی. اوکی واو فرار. چرا اینجوریه مپ؟ چرا مپ داره چرا سیاسی holy crap man what the fuck are you doing؟ بودو اصلا دوست ندارم ببینمت پسر. استالکر اومد. holy shit این چیه؟ بذار با چی من زوم کنم؟ دیم اینو من ندیدم تو مود پک. فقط استالکر رو میشناسم. یه یاروی هم هست شکنجهگر فکر کنم اسمشه، اونو میشناسم. اینا رو نمیشناسم. اینا نخودیان، اون اصلی ها نیستن که امیدوارم همین نخودی ها بیشتر بیان جای اون اصلی ها. حالا آخرش به گو خوردم میفتم و همینا بیشتر من میترسونن. خب دیگه از این چیا دیدیم توش نمیریم حقیقتا الان، چون داشت فاک یو نصف جونم رفت. الان ما برم یه جای غذا درست کنم، یه گوسفندی پیدا نمیشه حالا توی وضعیت، ولی تا آدم میخواد گاو است.
اینجا جمع رفیقامون چیه رفیقام اینجا چی چرا یه لحظه از این گاوه ترسیدم چرا من اینجوری صحبت میخوام بزنم یارو رو یکم what the fuck چرا اینجوری میشه راه میرفتم چرا اینجوری میشه من کیبوردم باگ خوردش what the fuck باگ مپ حاجی یا من اسکلم یا سیم کیبوردم خراب شده یا چی ویت سنا حاجی من اصلا نمیرم تو تاریکی شما راهو میدونی اگر میدونستی دیگه نمیدونی نکن من میدونم خب استالکر شخصیت اصلی خب چی دوست داره بچه خب نه بچه باز نیست آقا دوستان الو رسید نه ویت بچه باز نیست بچه خوره خب که اگر خیلی باش خوب رفتار کنی خیلی اذیتش نکنی کرم نریزی بهش خب میخورتت زنده اگر بهش کرم بریزی نذاری بخورتت خب میخورتت ولی بعد از اینکه کشتت میخورتت اوکی پس در هر صورت شما قرار خورده بشی پس ریلکس و خورده شو دیگه خفه شو خورده شو دوتا هم بعدن اگر طلا گیرمون 5 تا رو در واقع طلا گیرمون بیاد میکنیم گلدن اپل تو این چی نوشته آقا تورچ نذار یه دقیقه عزیز من تورچو یه دونه اینجا بذار تو این کتاب هیچی ننوشته اوکی کتاب کاملا عادیه خدا رو شکر و اینم بده من اف اوکی اینا هم بده من آقا همش پخت الان 21 گوشت داریم استیک داریم 4 تا نون داریم 5 تا هم سیب زمینی که داشتم و پختم که حالا اگر اینا نشد از سیب زمینی ها بخوریم من یه دقیقه چه کنم اینم الان شب دیگه ها تو فاک چرا من هیچی نمیبینم زمین رو میذاریم سر جاش سگ تو رو تو فاک ویت دوش الو هیچی معلوم نی چرا نکنه یارو مثلا نزدیک همه چی شده قضیه چیه مثلا روز چندمه مثلا من چکی بکنم من اینجا باید بهم نشون بده روز چندمه من منتها نمیدونم کدومشونیه که نوشته روز چندمه اوکی الان اگر بالا سرمو بکنم اوکی نایس تونستیم با ماتپک مقابله کنیم آقا حالا حداقل میتونیم ببینیم تبر رو بگیر دست حاجی اصلا نه بدون تبری ما رو بر بریم اوکی داره شب میشه تازه یا داره روز میشه تازه نمیدونم I don't know اگر نورانی تر باشه هوا یعنی تازه داره روز میشه مثلا شیدر ساخته شده چرا بدون شیدر بازی کنم آره روز داره میشه اوکی غذایی که ما میخوردیم داخل بلولند هولی شیت گرافیکس برو گرافیکس داره در میزن یه چی داره در میزنه دوستان اصلا ریدم من الان تو خونم خب سمت چپم سمت راستم که الان صدا در اومد خب پنجره است بعد الان من یه لحظه صدا در اومد سمت راستم رو نگاه کردم گفتم خدایا کی داره پنجره در میزنه پنجره خب مثلا پنجره جو در زدن مثلا کی قدش بلند که پنجره میخواد در بزنه شما طبقه دوم جنریت این چرا اینجوری شبیه دست این او اینا امول شدم چرا تو این ورژن من کرفم زر مار خب اصلا نمیشه با این ماد پی وی پی کرد به خاطر که دستات اینجوری اصلا کم عجیب اوکی اصلا عادت ندارم به این ماده ولی مودپک اصلا شیدی رو تو نگاه کن البته سیستم که داره گریه میکنه این عادیه تو رو اصلا نیدم ریدم بیا دیگه چرا من میپرم میزنم بعدش بپرم بعد بزنم ولی خب بالب نداره دیگه ریدی علی با این پولو پلیر هم ریدی نوب هم نیست یه دوتا فوش
اگه به تو بگن نوبا انگار فوشه به نوبا. واو قاری نزدیکی هست، صدا زامبی میاد. هر از گاهی داره کرمایی میریزه. لگ شد سیستم احتمالا یه جا همین جا اسپان شد، چون معمولا سیستم لگ میشه یه چی اسپان شده. یه چی من این پایین نه اشتباه دیدم سایه بود که این لامپا و چاه و اینا. رسیدیم ویلیج. ویلیج is here. ویلیجر چیزی نمیفروشی؟ گندم؟ اوکی ریدی دارش با این. تو واقعا با این چی میگن، با این معاملت ریدی حقیقتا. مثلا خاک بهت میدادم دایمت میدادی راضی تر بودم، میدونی؟ لانترن نه با این که نشکن، با این بابا کن. لانترن بده. حالا دیگه مثل احمقا تورچ دستم نمیگیرم، مثل احمقا لانترن دستم میگیرم. اوه لانترن یه جور دیگه تورچ میگیره. میارم بکن، حوصلم نمیشه هو درست کنم حقیقتا. اینم بده من. با اینو با چوب میکنی دیگه، چرا مثلا چیزایی که با چوب بکنی من دارم با سنگ میکنم. چی سنگ چیه با چرا راست کلیک میکنم میکنم. زدمش الان مثلا. استیو. خب شیلدمونم براه شد. همینجا بذاریم بغل کرافتینگ تیبل و بام بوم بیام براباب. این حالا نمیگفت فکر نکن. باز لک خورد. واو اوکی دیگه چی نیاز داریم؟ و 21 هم نون. نایس. اینو عوض کن با این. اینم با این عوض کن. بعد اینو بنداز دور. آره الان بهتره. خب من یک کاری برام پیش اومد حقیقتا. خب مجبور شدم پاز بدم ویدیو رو و الان خیلی بده و فاک بدم. و یه مشکل دیگه هم داریم، اونم اینه که what the fuck این الان ویلیجه تو تاریکیه چرا؟ اونم اینه که نیم ساعت دیگه برقامون میره. یعنی واو. اینا رو بردار. آهن خوبه. اینا رو همه رو بده من. همش مال من. باید این ویلیجرها رو ماجی باید برای فارم ببریم. میصرفن واقعا. جم پوتیتو مترزک بود. آخه مترزکتونم خراب میکنم. کی بذارم جلوتر ببینم ادامه داره ویلیجر. واو ادامه داره. پشمام اینجا رو نگاه، ویلیج کامله. فکر کردم ویلیجش فرق داشته. گیر کردی. گوخوره چه یارو اسنایپری بود دیدی؟ مد اسنایپر باش. حالا ما 3 تا چیمونو گرفتیم، 3 تا پشممونه همینجور گوسفند. نگاه کن پشمم فقط گوسفنده. بده گوشتشم خوبه. پشم کاش اینا راجی میبردم بیرید میکردم، چرا همشو کشتم. او چه طولانیه ویلیج. اون چی؟ این چیه آجی؟ چرا از اینا قد زیاده تو این مپه که ما اینا بریم پایین. ویلیج هم بد رندر شده. شما رو بذار 2 تا از شما رو من ببرم با خودم، به کار میاد. بذار اینو فعلا بذاریم این دستم. بیا با من. بیا پسر بیا. تو هم بیا پسر. بیا این عزیزا. همینجا تو همین لیجه آیرن غلام هم دار. او دفاق کن همینجا بیریدتون میکنم آجی. پشمام عالی. بیا این پسر خوب. چرا دختریت نمیدونم. اوکی گاو و گوسفند و اینامون برا شد دوستان.
خب این از این. بیاین اینجا. خب یه دونه تو با تو. خب تو با تو با آقا به همه میرسه دوستان. با هم دیگه ازدواج کنید دیگه. تو با کی دیگه هست اینجا با هم دیگه؟ آقا اولی گرافیکس حاجی پشم نایس. اما ایران غلام یه دقیقه من اجازه بدی اینجا. سه تا دیگه نمیرسم. یک دو سه تا بود. اوکی یک دو. چرا حرکت میکنی مشتی؟ کار مارم بکن مشتی بکن. من از اینا نمیگذارم. بذار ریسپان پوینت هم ست کنم تو همین جا. اگه مردم به چخ نرم. بذار اینجا داره چی؟ بد؟ نه این بد نداره که احمق. بذار خب بد بساز علی. من که مجبورت کردن یه دونه بد بساز. یه دونه بد میسازیم. خب میذاریم همینجا. ریسپان پوینت میزنیم. یه دونم عکس میسازیم. ایشالله تو آپدیت بعدی فیلم هم میسازیم. خفه شو. نه آره اینا میکنم نون. این بقیهش هم میذارم برای گاو اند گوسفندام. اوکی نمیتونم الان بخوابم. بذار شب یک کم بیدار میمونم. چیز ترسناکی دیدم بعد میخوابم. حقیقتا کرم دارم. کم کم هم وقتش آجی بریم وقتشه بریم چی بیا همونی. چرا اصلا براش مهم نه؟ what the fuck. ویت خیلی داره تاریک میشه. الو بازم لنترن بگیرم دستم مشت. what the fuck. wow bro chill گل دیگه. چون نمیای همو نمیای یه بار بیای. آها حالا داری میای. واو fuck you 4 تا هم بده دمت گرم مشتی. بیا چند تا داد خیلی مهمه واجی. برو 4 تا یس. خب همینجا نیمچه خانه‌ای میشه ساخت به نظرم. چون واقعا اینونتوریم داره پر میشه که پره رسما. خب یه حرکت که میزنیم خب میایم یک کاری میکنیم. اول چوبم کمه. خب بذار اول یه دونه چی بسازم. یه دونه چست. همه وسایلام بذارم تو این چست. خب معمولا دوتا باید با هم دیگه ادغام میشدن. نمیدونم چرا نشدن. اوکی اینا رو همه رو میریزیم تو چستمون. اینم اینجا. اینا همه میرن تو چست. این چوبام هم میرن تو چست. شما تخت قشنگم هم میای اینجا. خونم نیستم. میخوام یه خونه سبک همون خونه بلولنده. اوش what the fuck. صدای چی بود؟ fuck you. دوی خیلی بدی اومد. انگار چیه شکست انگار ریدم.
اوکی نو پرابلم. اشکم 5 تا دونه مطبق. اصلا یادم رفت تو داشتی مطبق ترسناک بریم بازی میکنیم انقدر که بازی نمیترسونتم. اونم به ترسویی یک ترسناک نباد تو داشتی. چرا اینجا ایکس بی دراب شده اونش؟ گوشت زامبی. واو چقدر ماب. قاره آبه. میشه کلی چی پیدا کرد. چند تا چوبه بذار. اوکی 36 تا چوب. حالا یکم هم سنگ بزنیم. یکمیش هم از سنگ بسازم. بشه پردم تو همه قاره سنگ میکندم دیگه. چه کاری دوباره بخوام بکنم برم پایین. همینو میرم پایین سنگ میکنم همین قاره. یپی کم. واو صدایی که اکو میشه فقط ماینکرافت دوست دارم. که تا اینجا که اومدیم بذار این زغالا رو هم بکنم دیگه. نه نمیشه هوا خیلی کمه آبم نمیذاره که ما اینو پله‌ای بکنیم بریم بالا مثل بلولن. البته تو بلولن من ریدم با پله‌ای کندنم. باید اینجوری بکنم. الان درسته. نه یکم خاکم میبریم بالا مزرعه هم درست میکنم آجی. نایس پلن خوبیه چون سیدم زیاد دارم. یه روقت میکنم حالت وان بلاک تور بیسم و خب هم یه جوری باشه که از زمین یکم فاصله داشته باشم اینا پارم نکنن، هم یه جوری باشه که باشه یعنی خوب باشه به کار بیاد. همون بالا میرم چیزا من میسازم 20 دقیقه دیگه هم برقامون میره. نایس. خب دارم چند تا غذا بردارم. غذا آره غذا بده بریم. اوکی خب الان چیا نیاز داریم؟ سنگامو بده، چوب بده، چوب بده دیگه همینا. خود شمارم بده. خب ما همینو میریم بالا. خب به یه مقدار خیلی خوبی. خب به نظرم همین خوب. حالا یکم دیگه میرم بالا دیگه. واقعا از این موجود بزرگتر فکر نکنم باشه تو بازی. خب حالا مربع های مختلف میزنم. چرا پایین؟ فاک علی رضا چرا؟ ویت با بمیرم؟ آره بمیرم دیگه. آره ریسمان. چرا اینجا هم؟ من اونجا ست زدم. ریسمان پوینت ست کردم. ریسپاین پوینت ست کردم. اینا علیرضا ریسپاین پوینت. وایسا ببینم میتونم گیم مود کریتیو بزنم. گیم مود نمیشه. کجا مردم؟ وای کجا مردم؟ اینوری رفتم نه؟ وای علی ریسپان ست داده بودم که ریسپان ست نکرده بودم. نکنه ویلیج حاجی ویلیجر اومده خوابیده رو چیم. الان فهمیدم این قضیه چی بوده. من اینو که اومدم یه ویلیجر اومده خوابیده رو تخت من و اینجوری ما به چخ رفتیم.
واو الان من با دست خالی چه غلطی بکنم؟ این همه وسیله همش به چخ رفت. ورا چرا راجع من انقدر بدشانسی؟ اوکی دارم راه و یه جورایی میفهمم کجا بود، ولی چرا بدشانسی دارم میارم؟ پشم همون اولی که کندم بهم چی داد؟ سپلینگ داد. پشت این کوه بود دیگه ها. آره اینجا دون از اون موجود ترسناکا دیدم، اومدم این سمتی. wait a minute. بکن اینو سریعتر. خب اینو میداریم، میشه اینم میکنیم. خب همین بغل فعلا بذار کارامو بکن. چرا اینو گوشتی اینجا الان؟ سریع تو کسی نیومده من اینو بکنم. کرافتینگ تیبل. خب اینم یه اینجوری بذار زمین، یه دونه اینا با اینا. فقط 9 تا سنگ بکنم سری فرنس بسازم، یه تورچ و فرار که به چخ رفتیم. اینجا هم که نمیشه کن. خب اوکی. وای باز صدا در زدن اومد. باز من فکر کردم تو پنجره اون صدا در زدن میاد. کسی تو این تاریکی ها نی؟ من ریدم تو خودم بچه ها. صدا راه رفتن داره میاد نزدیکمه. واو اوه شیت. نه I don't see you داداش. من حقیقتا میخواستم برگردم خونم. خب بعد تو رو دیدم نمیخوام ناراحتم آجی. کدومشو میخوای؟ من استیوار گرفتم امیدوارم برس داداش. قرار نبود اینجا باشی. هیروبراین تاریک شد، همه چی تاریک شد. دقیقا برای خودم تخت بسازم شبا رو بخوابم که این دیگه چرا اینجوریه؟ چرا هیروبراین طوری شد؟ چرا دوتا شدن؟ فرار فرار دوستان. من فقط یه دونه پشم میخواستم. اینا دیگه چی هم؟ دوش اینجا سازه ای هستا که مطمئنم حقیقتا من اینو نساختم. بازیم همینجوری چوبی خیلی بهتر از چیه. حداقل با تبر فایت. اوه شت دونت لوک ات می. وای این میدونم چیه، این چیه، این میدونم 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 چیه. این حاجی یه دونهشون هست حاجی، نگاش میکنی خیلی عصبانی میشه، خیلی عصبانی میشه. داشت من نگاه پشت سرمه. وای آقای هیروبراین داداش من حقیقتا میشه بس کنی؟ نمیخوام با تو فایت بدم. بیا داشت بیا بترس. سلام خوبی؟ برو گم شو بابا. چیکارم داری؟ برو مشتی خان به خدا نوکرتم نیا. بابا ببخشید به خدا. اصلی ببخشید اصلی. The end of هیروبراین. بابا مشتی خان الان قرار از این به بعد کلا پشت سر من باشی ها. الان چته؟ ها؟ کارم بهم داری؟ بلم کنش.
بیا تو برو به کارت برس، منم به کارم برسم دیگه. ولم کن هیرو براین داداش، اما چیزی در نمیاد، ولم کن. بابا خدا من زن و بچه دارم، ولم کن. مشتی کاریت ندارم، برو دیگه. بابا بیا اینجا ببینم حرف حسابت الان با من چیه، میشه توضیح بدی؟ ها حرف حسابت چیه؟ چی کارم داری؟ نگاه کن هیچ چی ندارم، من غذایی بخورم، حقیقتا دارم گشنگی میمیرم. حرف حساب تو بهم بگو. با من دارم عزیزم، بیرو براینم خوشگلم، خدا نمیفهممت، چی کارم داری؟ چرا مپ اشتباه لود شده؟ چرا من نمیرسم به اون جایی که میخوام؟ الان با صدا تو هم تحمل کنم که قرار دنبال من بیافتی. میشه چی؟ پلیر، واتر، بلاک، همه اینا رو بیار پایین آجی. وی 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 هیقی ولم کن. برو دیگه. گو خوردم. ها درست شد، مثل که باگش اوکی شد. هیرو براینه بالاخره ترسون ما رو رفت. باز داره غروب میشه ها. پس ما اینجا بخوایم نخوایم باید گوسفند کنیم. بلم کن. اوی دوستان من برگشتم دوباره. من مثل سوسک میمونم، هی میکشنم زنده میشم. خب الان یه مشکل داریم. من جرنی مپ ریختم که ویلیجر رو بتونی پیدا کنیم و الان نکنین این یه یه دونه هاستایل ماب ساده است. خب زامبی عادیه، میبینید سر زامبی داره، این هم اسکلتون سر اسکلتون داره. این و این ولی هیچ چیزی ندارن، معلوم نیست چی هن. و من الان از دو طرف احاطه شدم توسط دو تا انتیتی و این صداشون هم داره میاد و این ناراحت کننده است. وایسا ببینم من الان اگر فری کامرا بزنم بله روزه. بذار ببینم این چیه، کیه این یارو استالکر ما اینجا. اوه دیم برو دایم اینهاش پسر. خب من یه دقیقه بگردم دنبال اون ویلیجه ما که تا اینجا اومدیم. او از اینجا دیگه چانک لود نشده، نمیتونم برم ببینم، درسته؟ خب پس من بیام بیرون ببینم گوهی میشه خورد. پای سرم یه دونه اسکلتون و این یارو اینجا. من یه بار دیدم تو رو، نه کارم نمیکنه نه. اوه این چرا اینجوریه؟ اوه او خداحافظ پسر. اوه واو بارون هم داره میاد. این چیه جلومه؟ یه چیزی جلومه. رسیدم، فقط برسم آجی به تختم. من اسپان پوینتم رو ست کنم، از همه آدمای روی زمین خوشحالتر هستم. هورا ویلیج، ما ویلیج. اوکی ریسپان پوینت ست. چه روز زیبایی، چه خانه زیباتری که من اونجا ساختم. بریم سمت خونم اینم. واو سلام برو. بابا این بحثت با من چیه؟ هیرو براین داداش، به خدا من یه تو نمیترسم، یه بار ترسناک بودی. نایس. خب بس کن دیگه، خسته شدم از دستت. اوکی الان اینجا جنازم رو ببینم. یه برو جنازم هم هست. اول وایس اول من ریسپان پوینت هم اینجا ست کنم. ریسپان ست شد. خب آیتم ها رو دادی من، دمت گرم. توش دیگه میتونی بری، میخوای بمیرم مرگم اوکی. خب
یه پلن خیلی خوبی دارم. خب ما اینجا چوبو داریم. خب یه پلن دارم تو کارمون اصلا هیچی چوب لا کارمون نمیره. خب اولا کرافتین تیبل هم غیب شده مثل که. خب یه کرافتین تیبل بالاه. اوکی کرافتین تیبل هم بالاه احمق علی. اینو میذارم اینجا. اینا میسازم اینجوری. چجوری بود؟ اینجوری بود نه؟ آره اینجوری. بعد لدر میگیرم ازش. کدوم ور بود؟ اینجا بود. اوکی اوکی 6 تاشو رفتیم بالا. من اینو بسازم تا بگم میخوام چیکار کنم. اوکی دیگه این 15 تای آخریمه. باید برم دوباره چوب بکنم. مجبور بودم انقدر برم بالا. خب چرا انقدر رفتم بالا ها؟ اوکی این میشه در واقع منطقه دیدبانی ما. خب و در واقع چی من اینجا میام و دیدبانی میکنم. خب یعنی در واقع خونه اصلیم اینجا نی. خونه اصلیم ما پایینه. اوه هیرو براینم باز اونجا گیرم. ما رو گیرو بردی هیرو. با برو دیگه مشتی خان. بازم این یارو. خدا من کاری به تو ندارم. نه به هیرو براین بدبخت کار دارم نه به تو که آهنگای بد داره پخش میشه. من آهنگارم آف کرده بودم مثل که اینا آهنگم دارن. واو یکی داره بلاک میکنه نزدیک من. اینا کاره هیرو براینه. تو اونجایی که من میدونم توی مپی هم هستیم مثلا چوب یخ. خب بذار یه حرکتی بزنیم. خب نکن. من تختمو میبرم اون بالا میذارم. خب آیتمامو میبرم بالا. خونه اصلیمو میکنم یکی از خونه ویلیجرها. ولی اینجا میشه چی؟ راه فرارم. اگر هیولایی بهم حمله کرد سری میدوام میام توی خونه. در واقع اینو میکنم خونه خودم. خب ولی در واقع اینجا میشه برج دیدبانی. من تو این خونه زندگی میکنم. نایس فکر خوبیه نه؟ خب مثل که پلن خانه سازیمون اینجا نمیشه چون چوب کم دارم. بعدا اگه بخوام میسازم این تیکه رو. یعنی پایینشو میسازم. بذار فعلا کامل ببرم همه چی رو برج مراقبت بذاریم. یعنی بذار ما اینا رو میکنم میبرم بالا. این چوبا رو میبرم بالا استفاده میکنم تو برج مراقبتمون. خب که اگر کسی هم اومد چیزی نشه. بعد من میترسم الان دارم به این یارو نگاه میکنم از این فاصله و حمله ور شه سمتمون. امیدوارم اینجور نشه. واو اینم شکست. فقر. ببین واقعا تو مادپک‌های ترسناک من دارم فقر رو تجربه میکنم. یعنی چیزی جز فقر شما در این ویدیو قرار نیست ببینید. آهن دارم تا یه مقدار خوبی ولی خب برای چیزای دیگه نیازش دارم مثل باکت. خب یه مقدار خوبی از چوبا رو کندم دیگه. بقیه‌اش حوصله‌ام نشد. بذار همونا اونجا باشن بعد عمل کارشون راه میندازم. ما بریم بالا. رو براین دیدم اونا اونجاست. بریم بالا چی کنیم؟ ادامه بدیم این خانه زیبا رو. کم چوبم فکر کنم داشته باشم تو اینونتوری میذارم بغلش. بعد خیلی اوکی میشه خونه. این ور میشه خونه اصلی. خب یه خونه نقلی اینجا میسازم. اینجا میشه مزرعه‌ام که با این خاک هایی که داریم کاملش بکنیم. اینجوری ریدی علی با این خاک گذاشتنت. نه تموم شد. اوکی خب چه میکنیم؟ اینو میکنیم میایم میذاریم اینجا. خب اینم میاریم اینجا میکشیم بالا 3 بلاک. میایم چیکار میکنیم؟ میایم اینجا یکم اولا که شیشه میکنیم چون میخوام پشتشو شیشه کنم کامل ویو ابدی بذارم.
اوه اوه واو داره میزنه تا باز تو آخه اسپان شدی حرامزاده. نگاه کن آخه این چرا چی کار من داری تو؟ نگاه کن بدبخت جنازه رو بده من بابا. رید تو همه سندا. من چرا دوباره کیبوردم گیر کرد؟ نه این آبه داره ما رو هل میده. اوکی جنازه بدبخت منو نگاه کن خدا وکیلی چه فلک زد افتاده رو زمین. اینم بکن بریم دیگه. فکر کنم همینقدر بسمونه با این وضعیتی که اینا دارن حمله ور میشن سمت ما و دارم شب میشه. خب ما اینو میکنیم، اینم میکنیم، اینو میذاریم اینجا، بعد اینو اینجوری میذارم روش، اینجوری خوشگل تره جیگولو. پلنم چیه؟ اینه که چیزی نیست فعلا دور برامون خدا شد. میترسم آجی اون یارو که پشت سرم اسپام میشه هر سری یا بالا تو خونه اسپام بشه، کل خونم به چخ میره. این خیلی بده. ما اینا همه رو که میذاریم تو اینونتوری که اینونتوری پر شد. مثل که یه سریاش هم نمیتونیم بذاریم تو اینونتوری. مثلا اینو میذاریم، بعد یه چست دیگه، در واقع 2 تا چست دیگه درست میکنیم که بکنیمش 4 تا. اوه دیم برو. اینا آجی من تو انیمیشن اینترو استفاده کردم این هیوله رو. الان چیکار میکنه این با من؟ میذاریم من کنار تا رچم برم بالا خونه. ببخشید اما ببخشید به خدا کارت ندارم. میرم از بالا یکم چکش میکنم اینم قضیهش چیه. خب اون سری هم دقیقا پشت داشتم تو چیز میگشت. دقیقا اون سری هم آجی تو اینترو رو من قبل از اینکه اصلا ویدیو رو بگیرم ساختم و تو اینترو هم آجی من داشتم تو چست میگه رفت داشتم تو چست میگشتم این یارو رو دیدم. نایس چه جالب. من چرا 3 تا چست دارم؟ واو اکچولی یه چست دیگه، یه 2 تا چست هم میاد اینجا. نه با میشه؟ نه با نمیشه که. خانم شد چست. خب اینطوری بخوایم بریم جلو. 2 تا چست هم میزنم اون برا. اوکی من لیتل استیو هنو دارم مثل که خدا رو شکر. آیتم ها رو خالی کرده. سپس برمیگردیم دوباره آیتم ها رو پر کنیم. این دمش گرم آجی این یارو زود رفت. خیلی بهتر اون بود که نیم ساعت خورده میشن. هنوز هستی گیره چقدر یارو. این نگاه این یه دقیقه اومد رفت تموم. اینا هم که دارن اینجا جفت گیره میکنن به ما هیچ ربطی نداره. تویی که تو نقشه آره اوکی. تو نقشه انتیتی به من نشون میده. میترسم انتیتی های دیگه باشن بعد شبم انتیتی خیلی است. what the fuck چرا اینجوری میشه مپ؟ بس ببینم مشکل کارت گرافیک هم اینجوری داره میشه مپ. بس ببینم این چی بود؟ من اینجا دیزیبل کنیم ها. نوستالژیا که خیلی اصلا شیدر حرومزاده و ویت ها. میرم زیر خونم اینجوری میشه. نایس نایس که نه زهر مار. چرا اینجوری هستی؟ شما این ویلجر فکر کردم کسی اومده خفتم کنم. نارم ببریم بالا بذاریم تو چستامون. واو خونه داره آجی خوشگل میشه. خونه داره خوشم میاد. نایس خونه داره خوب میشه.
آقا راضی. اینا رو میذاریم بالا. در واقع اینا رو که با بردارم، اینا رو فعلا میذاریم بالا. اینم برو 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 برو. ببین فعلا چی میخوایم. بذار اول دیزاین رو انجام بدیم. دیزاین علی رضا، دیزاین خفه شد. تو دیزاین آخه بلدی. اینم میکنم اینجا. این دوتا رو میذارم. این چستر هم باز ما میکنیم. بابا خیلی سخته بدونه چی کارم انجام بدم. حالا این منطقش چیه مشتی؟ این هم میذاریم اینجا. خب بعد الان اینو چیکار کنیم؟ اینم فرو میکنیم به خودمون. حقیقتا هم اینجوری خوشگل. یه دونه اینجا یه دونه اونجا. خب من تورچا رو کجا گذاشتم؟ تو این گذاشتم. اوکی تورچم ور میدارم. یه دونه این ور خونه میزنم، این ور خونم که نمیشه زد. خب بعد یه دونه اینجا میزنم، یه دونه اینجا میزنم. کم خونه قناسه؟ نه اینو بد زدم. اوکی من با شیفتم میافتم فکر کنم. آره اینجا میذارم، یه دونم اینجا میذارم. اوکی نایس. خونه زیبایی شد. در نداره فقط که اونم الان درم براش میذاریم. و اینم در خانمون. اوکی اینا میذاریم داخل. این بیاد اینجا. آقای رامان رحیمی هم در حال زنگ زدن است. میخواد بگه که چرا نمیای خونمون. دارم ویدیو رو ضبط میکنم. رامان جان یه دقیقه صبر کنید من جوابشو بدم. دوستان شب باورتون نشه ساعت 11 ظهره و رامان تازه بیدار شده. من که نشستم از ساعت 9 صبح دارم ویدیو رکورد میکنم. رامان تازه الان بیدار شده. بسا اینم ور میداریم. اینا رو هم بده. اینم بده. خب ما اینا یه دونه این خب با این ستا چیکار کنیم؟ یه دونه تبر آهنی هم بسازیم. چرا که نه؟ اگر خواستیم با کسی بجنگیم. این میاد این جلوی این میاد اینجا، این میاد اینجا. تو هم که میای میری تو دست من. اینم اینا میاد توش، اینم اینا میاد توش. فقط یه سوال چرا انقدر این ور تاریکه؟ خب این تورچه هم بده. ها چون شبه مشتی خواهم. اوکی بیرون هیچی معلوم نی. کاش که دونه تورچه رو خودم ببرم. ها اینو به خودم میبرم. اینو برم دارم میبرم پایین. سری میخوابم تو تختم. تخته رو دیر آوردم بالا چون فکر کردم یه هیولای چیزی اسپام میشه میکشتم. دور ریسپان هم میفته اونور. پس تخته رو حرومزادا. ریسپانم کو بخواب سری. کل خونم به چخ رفت. برنگم شنو بر. واه حرومزاده. اینجا بینم بابا. شما چتونه دیگه؟ تو با اون درگیر بودی؟ خودش مرد بابا. که من سریع اینجا رو درستش کنم. بابا فاک یو. ولی خب خوبه سنگ. حداقل رسیدیم به سنگ. میتونم اینجا سنگ بکنم. هورا یه دقیقه آجی توش هیچی هم نمیبینه آدم. میره تو این سایه ها.
این ماده چیه خب گذاشتین همه جا تاریکه؟ نمیخوام چیکار کنم، میخوام روشو ببندم. فاک به زیرش، اصلا مهم نیست، زیرش زامبی میخواد اسپام بشه. خب ویلیجر بود. اوکی یکیش نابود شد. not problem no problem بوده، ولی خب ما میگیم not problem. بذار ببینم این هنو نرفته. پسر تو چقدر پیگیری؟ برو مشتی، برو ولم کن، برو سری برو خونه، چیز ترسناکی نیاد الان، وضعیت بده. فاک یو علی ریدی. اسپان پوینت هم سته. اوکی اوکی let's do this. بریم بالا. برو بالا. خیلی حرکت مهمیه اینجا. من تختمو برسونم به بالا، خیلی مهمه. یه وقت چیزی اسپان نشو. اوکی let's go. let's do this. تختم هم میذارم آجی بغل اینجا و من میدونم چی میشه رفت زیر تخت قایم شد. ها واسه دیده بودم میرفتن زیر تخت قایم میشدن تو مدپکه، نمیدونم چجوری ولی خب میشدن. خب الان غذاهامون هم اینجاست. مشت غذاهامو میدی، اینا بره بالا، اینم بره، اینم بره. این بلاکا بیاد، بلاکو میبریم با خودمون، غذا میبریم، اینو میبریم، تورچو میبریم، اینا هم هر کدوم میدونه میذارم عقب‌تر، یه بلاک خالی باشه که رفتین تیبل. دیگه چی میخوایم؟ یکم نونم با خودم میبرم، اینم میذارم اینجا. اوکی حالا با بریم برای حرکت بعدی چیکار کنیم؟ بریم تا اونجا آب بیاریم. من خیلی سیت دارم، خب یعنی سیت تا فردا صبح سیت داریم. خب برای همین آب ور میدارم. آخ داداش چرا ها اینجا نمیشه برداشت، اینا آب اصلی نیستن. اینجا آب ور میداریم، میبریم میریزیم تو خونمون. اون بالای اون حالت گرسا امیدوارم هم که هیولایی نباشه که بتونه از آب بیاد بالا، چون ناراحت میشم حقیقتا از دستش. فکر نکنم باشه. این زیرش رو نگاه کن، زیرش رو اینجوری ساختم یکم زشت شده. زیرش مهمم نیست، به انم چیکار کنم. خب آبا ما میایم میذاریم اینجا. بعد حقیقتا شت ریدم. خب الان کل روستا آب شد که. خب بذار میایم اینجا یکم چوبم میکنم، درخت میکنم، واسه یکم بمین ورتر که این یارو هم بهمون گیر نده. یا من اینجا میکنم، اینجا یکم از این گرسا. من بتر گرس رو فعال کردم اینجا داخل ریسورس پکام که اینجوری داره میشه. گرس های قدیمی ماینکرافت رو میخوام آجی. گرس های بتر گرس خیلی
چه آها نه هیچ فرقی نکرد. نایس. خب چند تا شد؟ 11 تا کافیه. اول با دورشو ببندم بعد زیرشو ببندم، بعد این زیرشو بستم خودش یه دردسریه. بریم بالا. بریم بالا. پلن ها من دارم تو این سری. خب میام چیکار میکنیم؟ اینو میذاریم اینجا، اینو میذاریم اینجا، این دورشو میبندیم. خب اینجوری 2 3 4 و اینجا هم نداریم. اوکی حالا زیرش هم خب نمیشه دیگه، اونم نمیشه کند. نایس. خب حالا میرویم بالا، اونم اونجوری خراب میمونه. اوکی ببینم اینجا نمیشه از اینجا کندش. زوم اون سنگر رو دارم میکنمش تو. اوکی اب نداره. حالا یه دونه اینجا خالیه، بعدا یه فکر برای اینم میکنیم. بذار برم ببینم. ندارم خاک. اینجا 15 تا خاک دارم مشتی. بیاریم بذاریم. ببین هر کدوم 9 تا میشه رفت جلو، یعنی باز از این بذارم هم میشه بیشتر از این رفت با هم یه دونه آب، یعنی از اون لحاظ خیال راحت. واقعا اگر هیولای بیاد خونم رو خراب کنه ناراحت میشم، خیلی ناراحت هم میشم، چون خیلی خونم رو دوست دارم. خوشگلم ساختمش. نگاه کن. خب شاید گیگونه اینو گفتم ولی خب اینو میرم اینجا، یه دونه اینا، اینو میذاریم اینجا، اینم اینو بده من بابا. شاول بده به من. بریم کشت و کار. ویسه نه میدونم چیکار کنم. اینم میذاریم دست اون بریم. خب let's do this. خب اینم شد مزرعه ما تا الان. یعنی الان من خونم رو دارم، مزرعه رو ساختم. اوی چرا من کنترل گرفتم؟ شیفت میخواستم بگیرم بشینم. اوکی یه لحظه زدم تو استارت، زدم تو دنده بود فکر کنم. چوک خنده دار. اوکی برو بالا. اوه 60 نه اینجاست. از اون 64 تا چند تاش 40 تاش استفاده کردم. پشمام 42 تاش. نایس. برو بالا. شما بیا اینجا، بیا شما اینجا. بریم یه آب دیگه هم ورداریم بذاریم تو دستمون، نیاز داره بالاخره چیزیه که. هولی کرپ. اما چرا بزرگی؟ میشه من بیام اینجا؟ تو رو هوایی؟ بخشید کاریت ندارم من، کاریم نداشته باش. استال کردی داره چیزایی شکسته میشه نزدیکم. نمیخوام. بخواب بخواب بخواب. جاست بخواب، فقط بخواب، تکون نخواب، فقط بخواب. رفتی؟ هنوز هستی؟ رفت. نایس. let's do this. استالکر رو هم شکست دادیم. چی بود داشت کنده میشد؟ زیر خونم کنده داشت میشد. کجا کنده میشد؟ شدم ساند افکت بود نمیدونم. دیگه چی هست؟ حقیقتا نایس. نایس ترای واقعا. جیمانم نه چی سیاهی بقدم پای استالکره بود. فاک یو استالکر.
از همشون بیشتر از استالکر میترسم. خب از همشون بیشتر. و همچنان آجی موتوریه که ما تو رزیدنت ایول 4 دیدیم هنوز هست، یعنی موتوری هنوز داره هر روز از اینجا رد میشه. دهن منم سرویس کرد یارو. برم سریع آبی بردارم، به کارم میاد دیگه بالاخره. یه جا دارم ارتفاع میفتم. واتر کلاچ که فکر نکنم بتونم انجام بدم، تلاشمو میکنم ولی یعنی حداقل تلاش میکنم واتر کلاچ کنم. چرا آب گوشتم زنم؟ اینو میذاریم. خب چند تا این درخت دارم بزنیم. بذار با همین این میزنم. بده من مشتی کاپتان کشتی. به انبوه بی نهایتی از چوب رسیدیم دوستان و این داره خوب میکنه اوزاره. فقط میترسم این چوبا رو میذارم اون تری استالکرم بیاد. به نظرم بریم بالا ببینم دیگه چه کاری میتونم انجام بدم. خب آقا فکر کنم تا همینجا بس باشه. کلی فکر کنم هنوز جامپ اسکر هست که ما از نخوردیم از بازی. کلی موجودا هست که ندیدیم. باید برم فول دایمندی بشم تو پارت بعدی. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک کنین، کانالمو دنبال کنید، زنگوله رو بزنید و اینکه اگر از این پارت خوشتون اومد و پارت بعدی رو میخواستید حتما بهم تو کامنت ها بگین، چون فکر نکنم کسی این دونت کرایو رفته باشه تو یوتیوب فارسی. و هم دمت گرم مشتی، خیلی خوب بود. خدا وکیل جامپ اسکر خوبی بود. برای آخر ویدیو و خدا نگهدار.